میخوام یه ذکر بسیار بسیار قدرتمند بهت بگم که رسول خدا توصیه کردن که برای رهایی از غم و اندوه و گرفتاری خیلی زیاد تکرارش بکنید. میدونید که غم و غصه و گرفتاری ها بخش جدایی ناپذیر زندگی ما توی من ذهنی هست. یعنی اون لحظه هایی که در حضور خداوند ساکن نیستیم و از خویشتن الهیمون غافلیم، نفس اماره ما رو گرفتار رنج و درد میکنه. ما رو غمگینمون میکنه. امروز میخوام یه ذکر قدرتمند بهت بگم که مداومت بر اون باعث زدودن غم‌ها و غصه‌ها و سیاهی‌ها و کدورت‌های دلت میشه. اینجا کانال یوتیوب رادیو اوجه. با من همراه باش که امروز یه آموزش ناب دارم برات. نقله که شخصی خدمت رسول الله رفتن و به حضرت عرض کردند که پسرم در بند دشمنان گرفتار شده و هیچ راه نجاتی برای اون نیست. ما هم هیچ قوت و قدرتی برای نجات اون نداریم. لطفاً ما رو راهنمایی کنید که چطوری میتونیم به این وضعیت بحرانی پایان بدیم. پیامبر فرمودند بر خواندن ذکر لا حول ولا قوت الا بالله بسیار مداومت کنید. اون ذکر معجزه‌گری که غمزداست و تمام اندوه و مشکلات و بندها و موانع رو از زندگیت میتونه پاک بکنه، همین ذکر لا حول ولا قوت الا بالله هست. میدونید چرا پیامبر توصیه کردند که این ذکر رو زیاد تکرار بکنید؟ اول بذار معناش رو بهت بگم. میگه هیچ جنبشی و هیچ قدرتی در جهان آفرینش نیست جز به مشیت خداوند، جز به قدرت خداوند. یعنی تمام قدرت از آن خداست. هیچ بند و مانع و حجابی نیست مگر اینکه به اراده خداوند به زندگی اومده باشه. پس اگر طالب هدایت و حمایت و دستگیری هستی، به عقل و قوت و کمک‌های غیر دل نبند و پناه نبر به دیگران، بلکه پناه ببر به تنها قدرت هستی. همین الان به زندگی خودت نگاه کن. چه مانع و مشکلی توی زندگیت هست؟ مسئله این روزهای زندگیت چیه؟ کجاها گیر افتادی؟ توی کدوم بعد از زندگیت دچار مسئله و مشکل شدی؟ آیا قدرتی بالاتر از قدرت خداوند هست که بتونه مشکلت رو حل بکنه؟ آیا عقلی تمامتر و کاملتر از عقل خداوند سراغ داری که چاره اندیش مشکلت باشه؟ قطعاً نه. درسته؟ اگر موافقید که در جهان تنها قدرت از آن خداونده و هیچ برگی از درخت نمیفته مگر به اذن و اراده خداوند، لطفاً برام کامنت بکنید که موافقم. ممنونم از شما. پس در هر شرایط و هر وضعیتی که هستی با جان و دل رو به خدای درونت کن و بگو لا حول ولا قوت الا بالله. این ذکر مقدس و معتبر که پیامبر به مداومت در تکرار و تأمل در اون ما رو توصیه کردن، توجه ما رو از بزرگی و عمق مسائل و مشکلات زندگیمون برمی داره و با تمام قدرت ما رو متوجه تنها قدرت اصیل کائنات میکنه. میگه اگر مشکلاتت بزرگن، خدای تو مافوق هرچه عظمته. خدای تو مافوق هرچه بزرگیه. پس نگران نباش. و خدا رو شکر که خدایی داریم که قدرتش مافوق همه قدرت هاست. آمین. اینجا کانال یوتیوب رادیو اوجه. هر گونه کپی برداری از متن و محتوای این ویدیو به منظور استفاده غیر مجازش توی صفحات شخصی و عمومی و یا دانلود این ویدیو و تبدیلش به وایس و سپس انتشارش توی سایر پلتفرم‌های مجازی دیگه ممنوع و غیر اخلاقیه. اما شما میتونید تا اونجایی که میتونید لینک این ویدیو رو برای دوستاتون منتشر بکنید. خیلی ممنون از شما. حالا نحوه استفاده از این ذکر چطوریه؟ همونطوری که گفتم نقل از حضرت رسول که زیاد این ذکر رو تکرار کنید. تکرار زیادش توی مغز ما شبکه عصبی جدیدی میسازه که به نوعی ما رو به تکیه کردن بر تنها قدرت اصیل هستی مطمئن میکنه. یه جورایی عادتمون میده فقط و فقط به قدرت خداوند تکیه کنیم. حالا ما میتونیم به صورت ویژه و علمی این تکرار زیاد رو در ساعت هیپناگوژیک خوابمون که میشه درست قبل از خواب شبانه انجامش بدیم. یعنی آخر شب و درست قبل از خواب تا جایی که میتونیم آگاهانه و با حضور قلب این ذکر قدرتمند رو تکرار کنیم. میتونی آگاهانه تا جایی تکرارش کنی که خوابت بگیره. و اما میخوام یه نکته خیلی خیلی مهم رو اینجا بهت بگم.
ما لازم نیست که حتما اتفاقی بیفته و گرفتار بشیم بعد ذکر بگیم. نه. لازمه با ذکر هر لحظه توجه خودمون رو ببریم به سمت خداوند و جریان مقدس زندگی و اینطوری ذهنیت الهی بسازیم برای خودمون. اینطوری هر روز مجهز به فکر الهی و دید خداوندیم. پس نیازی نیست منتظر بشیم اتفاقی بیفته بعد ذکر بگیم. هر روز میتونیم ذکر بگیم که ذهنیت قدرتمند الهی بسازیم و به اوج بودنمون در حضور خداوند برسیم. اینجا کانال یوتیوب رادیو اوجه. حالا بهت پیشنهاد میدم که ویدیوهایی که مربوط به اذکار ثروت هستن رو هم ببینید. لینک این ویدیوها رو توی دیسکریپشن برات گذاشتم. سعی کن حتما ببینیشون. بی‌نظیرن این ویدیوها. در نور باشید و در نور بمانید تا ابد. آمین.